كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بعضی مردم میگن شما مقلدین یا مذهبی ها، زمانی که یک کس پشت مرده خود ختم میگیره، امام مسجد به همراه خود قاری صاحبه را میبره. قاری صاحبه مسجد یا مدرسه یا منطقه اکثریتشان طفل می باشند، نابالغ می باشند. اکثریت حافظه قرآن هم فارغ از حفظ قرآن می باشند، خو اما نابالغ می باشند. در این صورت حب نمودن و بخشیدن ثواب اعمال به سوی میت از طفل حبه درست نیست. بخشیدن یک چیز وقتی که طفل می بخشه، فقهای ما میگن اعتبار نداره. طفل خوبه ضرر و با نفع خود نمیفهمه، و زمانی که یک طفل یک چیز از طرف خود به کس میتا، این معتبر نیست. حال زمانی که طفل حافظ قرآن نابالغ تلاوت کرد و این ثواب می بخشه به مرده، و فقها میگن که حبه و بخشیدن طفل قابل اعتبار نیست. از همین خاطر این ختم فایده نداره. در این رابطه شما جواب داده میتانین که حبه بخشیدن یک چیز به کسی دیگر این به خود اقسام داره. بعض در تصرف صبی طفل، علامه ابن عابدین شامی رحمه الله سر الدر المختار سر عبارت یزو بحث داره. رد المختار فتاوی شامی جلد 9 صفحه 291 اقسام تصرف نابالغ می آورد. یک طفل نابالغ که در یک چیز تصرف می کند، تصرف یزی 3 انواع داره. باب می آورد مبحث فی تصرف الصبی و من له الولایت علیه و ترتیبها. تصرف صبی آیا این معتبر هست یا نه؟ علامه شامی رحمت الله علیه می فرماید تصرف صبی به 3 نوع است. نوع اول نفع محض، دوم ضرر محض، سوم الدائر بین النفع والضرر. قسم اول تصرف آن تصرف هست که یک طفل صبی نابالغ یک کار را انجام میتا و این نفع محض باشه. چی باشه؟ سرتاسر 100% فایده و نفع باشه. در این صورت این تصرف صبی نابالغ معتبر هست، اعتبار داره، بدون اذن ولی، بدون ولی وارث یزی اجازه بتا یا نتا، صورت که نفع محض باشه این معتبر هست. دوم ضرر محض، زمانی که یک طفل صبی تصرف میکنه و یک کار انجام میده و ضرر محض باشه بایی، اگرچه اذن ولی باشد وارث اجازه هم بتا، این تصرف یزی معتبر قابل اعتبار نیست. سوم من وجه الدائر بین النفع والضرر، من وجه ضرر باشه و من وجه چی باشه؟ نفع باشه. زمانی که یک طفل یک کاری را انجام میده، من وجه ضرر است و من وجه چیز نفع است. در این صورت موقوف است اعتبار تصرف صبی با اذن ولی. اگر اذن ولی همراهش بود این تصرفش معتبر هست، اگر اذن ولی نبود این تصرفش معتبر نیست. 3 اقسام رد المختار مکتبه فریدیه در جلد 9 صفحه 291 این تشریح میکنه. حال میم بی یک طفل یک حافظ قرآن خوان تلاوت قرآن میکنه، دوی را به یک کس حبه میکنه، میبخشد. بیان ببینیم که این عملی از طفل در 3 اقسامی که فقها وضاحت میتن در کدامش داخل است؟ نفع محض است، ضرر محض است، یا دائر بین النفع و الضرر است.
هبه نمودن یک چیز به کسی دیگر بخشش کردن. هبه چی را میگه؟ این را تعریف بکنیم. امی فتاوی شامی در جلد 8 صفحه 567 کتاب الهبه تعریف هبه را میاره. هبه چی را میگه؟ میگه شرعا هبه گفته میشه تملیک العین مجانا ای بلا عوض. یک چیز را به کس هبه کردن به این معنی مقابل شخص را مالک ساختن یک چیز بدون عوض. بدون عوض. ما این موبایل را این نفر میتم این را مالک یزی میسازم بدون عوض، پول پیسه چیز نمیگیرم ازش. این را چی میگن؟ هبه میگن. این تعریف هبه است. ببین تملیک العین یک کس را مالک ساختن چیز و عین. این زمان می آیا وقتی که یک کس مالک یک چیز می سازی خودت دست خالی می مانی. ما قاری صاحب مالک از موبایل می سازم بگی ما دست خالی ماندم یا نماندم؟ این را هبه میگه. ما برایزو هبه کردم خودم دست خالی ماندم. این ضرر محض است. این چی است؟ از همین خاطر فقها میگن که تصرف صبی اگر ضرر محض بود این معتبر نیست. اما میم در ختم قرآن زمانی که یک طفل تلاوت قرآن یک سپاره دو سپاره قرآن میخوانه و به مرده میبخشه، این نه ضرر محض است نه دائر بین ضرر و نفع است، فقط و فقط این نفع محض است. بگوین چی است؟ نفع محض است. نفع محض سر تا سر 100% فایده است. چرا؟ و زمانی که یک کس تلاوت قرآن میکنه بر کس دیگه میبخشه و هبه میکنه خود یزید دست خالی نمیمانه. ضرر در زمانی است که خودش چی بانه؟ دست خالی. یک چیز به نفر دیگه ببخشه و خودش دست خالی بانه. این عقیده اهل سنت والجماعت است. یک کسی که عمل نیک انجام میده، تلاوت قرآن، روزه، ذکر، اذکار، حج، این تمام اعمال نیکی که هست وقتی که به یک کسی هبه میکنه و میبخشه خودش دست خالی نمیمان. در ثواب یزی هیچ کمی نمیآیا. در ثواب یزی هیچ کمبوتی نمیآیا. به کسی که بخشید به او هم میرسه و ثواب یزی هم میشه. این عقیده اهل سنت والجماعت است. به می عنوان رد المختار علی الدر المختار جلد 3 مکتبه فریدیه صفحه 181 عبارت می آورد مطلب فی القراءة للمیت و اهداء ثوابها له. یک کس قرائت قرآن میکنه و با میت میبخشد. دمی عنوان عقیده اهل سنت بیان میکنه. تنبیه صرح علماؤنا فی باب الحج عن الغیر. تصریح نمودن علماء ما در موضوع حج عن الغیر. یک کس حج نفلی میکنه با کسی دیگر یا حج بدل. بأن للانسان ان یجعل ثواب عمله لغیره. جایز است که یک انسان ثواب عمل خود را به کسی دیگر ببخشد، هبه بکنه. صلاتا او صوما او صدقتا او غیرها. اگر نماز است، روزه است، صدقه است یا عمل دیگری هست. کذا فی الهدایه بل فی زکات تترخانی عن المحیط. در این کتاب هم این مسئله موجود است که به یک مسلمان جایز است که ثواب اعمال نیک خود به کسی ببخشد. هیچی میگه الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنین والمؤمنات. مستحب و افضل است کسی که عمل نیک خود صدقه میکنه بهتر و افضل است که ان ينوي لجميع المؤمنین والمؤمنات. به همه مؤمنا و به همه مؤمنات نیت بکنه که الله این ثواب اعمال ما، این ثواب ختم مرا به تمام مؤمنا و به تمام مسلمانا برسان. این میگه مستحب و افضل. چرا؟ بخاطر که لأنها تصل الیهم. به تمام مؤمنا ثواب از میرسد. ولا ينقص من اجره شیء. از خود اجر از این انسان چیزی کم وقتی که کم نمیشه چرا بخیلی میکنی؟ بس وقتی که کم نمیشه چرا بخیلی میکنی؟ دی ببین این عقیده با چی میگم؟ و هو مذهب اهل السنت والجماعت. این مذهب کیست؟
اهل سنت والجماعت. دمی عبارت بیار خوب صحیح. و هو مذهب اهل سنت والجماعت، ای که ثواب اعمال به دیگران هم میرسه، از خود همین نفر که ثواب هبه میکنه و بخشش میکنه از خود از این ثوابش کم نمیشه، برای ازی هم ثواب هست. این عقیده کیست؟ اهل سنت والجماعت. خدا کنه مطلب گرفته باشید. مطلب و حاصل درس امروز ما شد. قاری صاحب نابالغ یا یک طفل که تلاوت قرآن کرده و به میت میبخشد، این نفع محض است. این هبه کدام قسمش است؟ نفع محض. و در نفع محض فقها صراحت دارن که این هبه تصرف طفل معتبر هست بدون اذن ولی. پس زمانی که قاری صاحب تلاوت میکنن 100% ثوابش به مرده ها میرسد. دمی عنوان علامه جلال الملت و الدین جلال الدین سیوطی رحمه الله در کتاب خود شرح الصدور به شرح حال الموتى والقبور، ای هم در صفحه 295 باب میماند و دمی موضوع بحث دارد. حاصل درس ما که ثواب میرسد، کدام مشکل ندارد. در این باید کسی شک و شبهه